ای هموطن درود بر شما. از پندور ما عادی بودن صفت نابغگان است و نبوغ همیشه که در عمق خاکساری پنهان می شود. یعنی بزرگی ساده بودن معجزه هاست دیگر. و ما گروه ایجادی این زمان در این مکان با جمع این همه دوستان و عزیزان تصمیم گرفتیم که انا همین لحظه زندگی خود را و همزمان انا همین لحظه زندگی شمای عزیز را پر از نور، پر از روشنایی، پر از خوبی و خوشی بنماییم با برکت نفس تازه و نکهت ایجادیات همین سان یک نابغه عالم ادب مولانا جلال‌الدین بلخی. دریای موج در موج و کفالود، افق صحنه در صحنه گسترده، آفتاب درخشنده و پرتو افشان اعتراف کرد جهان مولانا را و ما این لحظه از آن همین شخصیت خواهیم گفت. از انسان خواهیم گفت که در بیجان جان می جوید، دل سوختن برای جانداران را می داند و اینک مولانای بزرگ با حضور بسیار مبارک، با حضور بسیار پرمحتوا و تاثیرگذار، با وجود بسیار منور ذهن ما را، ذوق ما را، روح و روان ما را منور نورباران خواهد کرد در برنامه آیین وطنداری. و باید گفت که در این برنامه آیتخوان صبح سفید سفره ایجادیات تا هنوز و حتی برای فرداها نیز سبز و مست تپیش و گلباران و تازه جوان مولانا انتخاب شدند. 2 نفر چهره های بسیار سرشناس ملت، 2 نفر وارثان آثار، فداییان راه ادب، خوشچینان باغ معرفت مولانا جلال‌الدین بلخی، یک بهادر نعمت، هنرمند مردمی تاجیکستان که بایستی در رفت برنامه لب به ترانه های ناب مولانا و بنمایند تا جانهای ما راحت کند و دیگر داننده بیشتر راز و نیازهای مولانا، نامزد علمهای فیلولوژی محترم بهروز ذبیح الله که ایشان نیز تصمیم دارند حکمت مولانای مانده در یادها را برای ما و شما بازگویی بنمایند. اینک بیننده عزیز، پیشنهاد از ما دیگر قضاوت خاطر از شما. بفرمایید و فرح را دریابید. مرحبا. Kyon rav naqi kari ma nayama
آمده تو ناید افران یارم و قراری ما نیامد مرسی حضرت باشند مولانای بزرگ با پیشنهاد این حکمت بسیار پرمحتوا و سلامت و بردم باشید شما که این لحظه این حکمت پیشنهاد شد و روح و روان ما شاد کردید. سلامت باشید. محترم بهروز ذبیح الله بگویید که چرا امروز همه ثنا و صلای مولانا جلال‌الدین بلخی میکنند؟ با چی حقه، با چی حده حتی غرب توجه دارد به مولانا؟ نیاز روحی ایشان باشد یا طلب زمان؟ در حقیقت مولانا شاعر حکیم بله و عارف است که عطر افکار عرفانی و فلسفی او امروز سراسر جهان را فرا گرفته است. خورشیدی که از وخش توابع بلخ ظهور کرد بله. و تا کنون قلب‌های جهانیان را نور و گرمی می‌بخشد. این چی معجزه کرد که امروز همه جهان به مولانا رو آورده است. اریک جنیفر پروفسور از امریکا میگوید که این مولانا اسطوره آزاداندیشی جهان است. شفیعی کدکنی محقق برجسته ایران میگوید که مولانا شاعرترین شاعر جهان است. عارف است که بزرگترین حماسه عرفانی جهانی را به زبان پارسی سروده است و نامش را در قلب همه جاویدانه کرده است. اسرار جاویدانگی مولانا چیست؟ بله. و چرا تا کنون جهان امروز به این مولانا نیازمند است؟ موجب زنده و جاوید ماندنش چیست؟ همون اندیشه های والا و بشریه که این مولانا در آثارش به خصوص در مثنوی معنوی بله. بعد از آن در غزلیاتش و در مجالس سبعه در مکتوباتش در هر جایی که هست در فلسفه مولانا
انسان به طور کامل شرح داده شده است. مولانا را ما کشاف روح انسان میدونیم. بله. هیچ کس سیر روح را و معجزه عشق را مثل مولانا درک نکرد. زبان عنصر وحدتگرا نیست، نژاد عنصر وحدتگرا نیست، شکل عنصر وحدتگرا نیست، صورت عنصر وحدتگرا نیست. خلاصه هر چی که به قول مولانا هر معنی که صورت بسته است و شکل پیدا کرده است، اینا برعکس تفریقه ایجاد میکنند. تنها چی عنصری که میتواند تمام بشریت را به وحدت بیارد چی است؟ روح انسان. چرا که این روح انسان از یک گوهر پدید آمده است. بله. از یک چمن این برخاسته، از یک نیستان آمده است. میگه که منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم زان سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. بله. چون به صورت آمدان نوری سره، شد گره چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید با منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. این همین تئوری مولانا میتواند بشر را به وحدت بیارد، چون که فضل را بر روح انسانی نهاده است و این روح انسان فرق نمیکنه که تو از کدام نژادی، تو به کدام زبان گپ میزنی، تو از کدام قطعه عالم هستی. همین روح میگه که انسان ها همه برادر هستند، همه مشترک هستند. همین ایده مولانا فقط میتواند که صلح واقعی و عمومی بشری را ایجاد کند. یعنی امروز که جهان غرب با مشکلات معنوی و اخلاقی های زیاد روبرو هستند، این سرده های مولانا در تن افسرده آنها جان دمید. برای که غزل مولانا غزل پویاست، غزل زندگی است. اگر توجه کنید مولانا تنها شاعر است که در هیچ شعرش هیچ ناامیدی وجود ندارد. تنها شاعر است که به انسان فقط امید میدهد و آگاهی. مثل که زندگی ساز است. بسیار زندگی ساز. این قدری که آدم ها را به زندگی تشویق کرده است مولانا هیچ نکرده است. میگوید که در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی، بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی. آدم غافل میگه. بله. بعد میگوید که هر ذره دوان است تا زندگی بیاورد. هر میگم مولکولی که در همین دنیا هست اینا دنبال حیات هستند، در حرکت هستند. این کشف مولانا است. هر ذره دوان است تا زندگی بیاورد، تو ذره نداری آهنگ زندگانی. به انسان میگه مثل که انسان رو به ننگ میاره. این از چیزی که امروز غرب به مولانا رو آورده است. ادامه اندیشه های استاد باز پیشنهاد می شود در ترانه نوبتی استاد بهادر نعمت.
کریمان جان فدایی دوست کردم، سگی بگذار ما هم مردمانه. فسونی قل نوزو قل هو الله، چرا در عشقی هم دیگر نخوانه. غرض ها تیره دارد دوستی را، غرض ها را چرا از دین نرانه. گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانه. بیا تو قدری یک دیگر بدانه، که تا ناگه زی یک دیگر نمانه. بیا تو قدری یک دیگر بدانه، که تا ناگه زی یک دیگر نمانه. چو مومن آینی مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانه. چو مومن آینی مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانه. چو بعد از مرگ، چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانه. کنون پیندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانه. و گورم گر بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده کالا همانه. خاموش کن مردوار ای دل همه را، و هستی متهم مازی زبانه. بیا تو قدری یک دیگر بدانه، که تا ناگه زی یک دیگر نمانه. بیا تو قدری یک دیگر بدانه، که تا ناگه زی یک دیگر نمانه. چو مومن آینی مومن عهیش، چرا با آینه ما روگرانه. چو مومن آینی مومن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانه. گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانه. سخنکو از عرشی بلند آمده است و اما وقتی با صدای هنرمند، با موسیقی انتخاب کرده هنرمند مساوی افتاده است و وقتی پیشنهاد شد واقعا هم مثل که ریشه جانها را آب داد. سلامت باشید، سلامت باشید. شما بهروز ذبیح الله در آغاز صحبت از مثنوی بیزوال مولانا یاد کردید و گفتند که جسم و جان آدمی در مثنوی است. همین رو میخواستیم که تفسیر بنمایید برای بیننده ما. این یک فلسفه بسیار عمیق است که مولانا در مثنوی بیان میکند. اصلا مثنوی هدفش همین است که میخواد انسان به خودش بشناساند، انسانی که خودش گم کرده است
خودش فراموش کرده است. مصنوی میگه انسان چندگانه است، از دو قسم تشکیل یافته است، یکی روح و یکی تن، یا یکی جسم یکی جان. این روح از عالم لاهوت برای مدت محدود میگه به تن آدم مهمان است یا اسیر است و باز دوباره بعد از این زندان رها شود و وطن خود دوباره برگردد. بله. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بله. کی است؟ روح انسان است، از نیستان بله. او را جدا کردن و یک مدت بعد در تن آدم با ما باشد و این شکایتش همش فراقش برای این است، برای که برگرد دوباره به همون وطن خودش. هرچی باید به اصل خودش باید برگردد. تن سیر تکاملیش جدا است و سیر تکاملی روح جدا است، از هم دیگر فرق میکنن. تن انسانی، کالبد انسانی میگه از حیوان، بعد از نبات و بعد از جماد پیدا شده است. روح انسانی گفتیم از لاهوت است، از عالم مجردات می آید. میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چی ترسم؟ کیزی مردن کم شدم، دفعه دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه از اندر وهم ناید آن شوم. یعنی که برای انسان اینقدر سیر تکاملی بالایی که مثلا مولانا قائل است در هیچ جای دیگه ما پیدا نمیکنیم. یعنی حتی مرگ از دیدگاه مولانا پایان کار نیست، گذر از یک مرحله به مرحله دیگر و به یعنی مرحله بهتر و ابدیت ها. انسان در فلسفه مولانا جاودانی است، موجود جاودانی است. حرکت بنماید به آغاز انجام ها. در اینجا مبارزه های هست. مثلا قهرمان اساسی در مثنوی معنوی روح انسان است که با نفس در نبرد است. بله. اگر روح غلبه کند، اگر روح پیروز شود، انسان به کمالات میرسد. بله. و اگر نفس غلبه کند، یعنی خواهش های نفسانی آدم پیروز شود، جنبه معنوی روحانی آدم کاسته می شود، افسرده می شود. این نبرد دائما در وجود آدم در داخل ادامه دارد. بله. آن چیزی که انسان را میگه تباه میکند مولانا خودپرستی است. خودپرستی. بنابراین در همین جنگ اگر که روح انسان غلبه کند، این روح مثلا تکامل می‌یابد و چیزی که کمک میکند در این نبرد به انسان عشق است. بعد انسان‌ها را تقسیم بندی میکند. انسان‌های ناقص چه کسایی هستند؟ انسان متوسط چه کسی است؟ بعد انسان کامل کی است؟ که همون انسان وارسته که بر همه خواهش‌ها و نفس خود غلبه کرده است و فقط به معنویت فکر میکند. همان قدری که تن آدم به خوراک نیاز دارد، همان قدر هم روح انسان به غذا، به خوراک نیاز دارد و او خوراک روح انسان چی است؟ معنویت است. باید اون هم سیر کنیم. اگر این فر بهتر شود به نفع انسان است، اگر نفس فر بهتر شود روح کاسته می شود. و همین نهی که مولانا میگه، همون ناله همون نهی است که گرفتار شده است و میخواد نجات پیدا کند و تنها چیزی که اون میتونه نجات بخش انسان باشد پدیده عشق میگیرد مولانا. یعنی که عشق انسان رو صبور و متین و توانا مثل که حاضر رکت به آسمان مثلا پرتاب میکنن تا یک زمانی را رکت با قدرت نیرو میبرد از رکت. وقتی در به هوایی که رفت رکت جدا میشد، بعد او خودش حرکت میکند. مولانا میگه که عقل هم در این دنیا تا یک برای محاسبه و برای امورات زندگی ما را به تنظیم در آوردن عقل مهم است. برای از اون مرحله بالاتر عشق است که آدم را نجات می‌دهد. مسئله خودشناسی را بعد مولانا در مثنوی می‌آورد که همه آدم غافل بعد خودش را شناخت به عشق میرسد. آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. این ستایش است که مثلا مولانا از عشق میکند. به نزدیک من نامه آلبرت اینشتین
فیزیکدان و کشاف نظریه نسبیت رو دیدم که بسیار جالب بود. اونجا به دخترش لیزرز نامه نوشته و گفته است که این نامه را نگه دار و زمانی که بعد از سالها و 10 سالها دیدی که شرایط فراهم آمد، این نامه را به گوش همه بشریت برسان. در حال حاضر اینا این افکار ما را قبول نمیکنند. بعد در اونجا چی گفته است؟ گفته است ما دانشمندان که نظریه نسبیت را کشف کردم از یک چیز غفلت کردیم، از یک نیرو، و این نیرو را در کار علمی و تحقیقاتی خودمون به نظر نگرفتیم و اون نیرو گفته است نیرویی است که همه دنیا را نظارت و مدیریت میکند و اون نیرو چی است؟ عشق است. و میگه که عشق خدا است و خدا عشق. من همین کار میگه ما در نظر نگرفتیم، اما طبق فرمولای من که A برابر MS2 هست، من همین نظریه عشق کشف کردم، در حالی که این 800 سال پیش مولانا همین سخن را گفته بود. دلی هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان باشد. همه عشق میوردن. ذره ها حتی در جمادات، حیوانات، در هستی هر چی که است مولانا میگن عشق دارن. خاک و باد و آب و آتش بندن با من و تو مرده با حق زندن، اینا عشق دارن. انا این است مولانا. از عشق گفتید، پس زی عشق و زی عشق سرا مولانا. و محترم بهادر نعمت، گمان میکنیم که ما و همه مهمانان برنامه رو باز خمار شنیدن ترانه نوبتی گرفت. هر ذره دوان است تا زندگی بیابد، تو ذره نداری آهنگ زندگانی، آهنگ زندگانی. هر ذره دوان است تا زندگی بیابد، تو ذره نداری آهنگ
چشمها دویدی از سنگ زندگانی، از سنگ زندگانی. در آینه بدیدم نقشی خیالی فانی، گفتم چی تو گفتا من زنگی زندگانی، من زنگی زندگانی. در آینه بدیدم نقشی خیالی فانی، گفتم چی تو گفتا من زنگی زندگانی، من زنگی زندگانی. اندر حیاتی باقی یا بی تو زندگان را، یا بی تو زندگان را. وین باقیان کیانه دلتنگ زندگانی، دلتنگ زندگانی. آنها که اهل صلح بردن زندگی را، این ناکسان بمانند در جنگ زندگانی، در جنگ زندگانی. آنها که اهل صلح زندگی را، بین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی، در جنگ زندگانی. بین ناکسان بمانند، بین ناکسان بمانند در جنگ زندگانی، در جنگ زندگانی. زی این صداقت، این محبت، زی این عشق، زی این زحمت برسالت. کاش ان همین کوه ننگ بار شود در کتف هنرمندان جوان و ایشان نیز چون شما مناسبت کنند به سخن و به موسیقی. اینجا غنی جان نشستن دوستی ما. خوش آمدن. یک نفری که چون شما عاشق و شیدای مولانا هستند و از منبر پیوسته ترغیبگر اشعار بیزوال مولانا. بفرمایید، سخن به شما. مولانا میفرماید که اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. بله. تصور کنید که فیزیک ها ساختند، اعلان کردند که ما قوه جاذبه عمومی جهانی کشف کردیم، اما صدها سال پیش از اونها مولانا با دو مصرع قوه جاذبه عمومی جهانی با دو مصرع با عشق تفسیر کرد. گفت که اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. کل کائنات وقتی آفریدگار آفرید با همدیگر حلقه به حلقه به وصل آفرید، یعنی به عشق آفرید. بله. این مولانا چه خیلی بیان میکند. امروز وقتی که به سر انسان هر دردهایی که می آید
از خلل یافتن همین ذره است که کل کائنات خیلی که خیام بزرگ میفرماید که مقصود جمله آفرینش مهم برای انسان آفریده شدگی است و در خیلی که به روجان گفتن در محور تمام اشعار کلاسیکوی ما انسان قرار دارد. بله. و یک غزل خیلی خوبش است به اعتبار شما میرسونم. عمر بر امید فردا می رود، عمر بر امید فردا می رود، غافلان را شور و غوغا می رود. روزگار خیش را امروز دان، بینگرش تا بر چه سودا می رود. گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما می رود. مرگ یک یک می برد و از هیبتش عاقلان را رنگ و سیما می رود. مرگ در ره ایستادن منتظر، مرگ در ره ایستادن منتظر، خواجه بر عزم تماشا می رود. مرگ از خاطر به ما نزدیکتر، خاطر غافل کجاها می رود. تن مپرور زان که می ماند به خاک، دل بپرور دل به بالا می رود. چرب و شیرین کم دهین مردار را، کان که تن پرورد رسوا می رود. چرب و شیرین ده به حکمت روح را، تا قوی گردد که آنجا می رود. تشکر. جلالالدین بلخی طور اینجا شما ذکر کردید واقعا یک نابغه نه تنها برای خلق و ملت ما، برای فارسی زبانان، بلکه در شمار نابغه های تمام دنیا بله. شامل می شود. و طور ما آگاهی داریم یک دو سه سال پیش در امریکا یکی از کتاب هایی که از همه سرخریدارترین بود کتاب مولوی بود. بله. و البته در ترجمه به زبان انگلیسی. یک چیز دیگر را باید بگویم که در گذشته نیز در دایره های ادبی که در منطقه های گوناگون تاجیکستان وجود داشتند، نفوذ مثنوی و جلالالدین بلخی خیلی زیاد بود و نخستین نظیره ها و پیروی ها به مثنوی در دایره های ادبی تاجیکستان به وجود آمدند. از جمله یک کتابی که در نشر آن این جانب نیز اشتراک داشتم، گلشن توحید مولوی شاهدی هست که با مثنوی جواب گفته است. از جمله میگوید من به 600 بیت گفتم 3000 تا بماند عاشقان را یادگار. یعنی به 600 بیت مثنوی 3000 بیت گفت. از جمله جلالالدین بلخی میگوید که نار پرگل باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. و مولوی شاهدی در جواب این بیت میگوید صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. نظیره دیگر یا پیروی دیگری که هست این اثر مولوی قسیمی هست که مثنوی را با خواهش پسرش و 27 باب تقسیم کرده و از سراپای مثنوی بیت‌های عرفانی را جمع‌آوری کرده با باب‌های علاوه منتخب گردآوری کرده است. مثلا در باب معرفت، در باب علم، در باب عرفان که چنین کار را در هیچ کشور هیچ شاعر دیگر انجام نداده است. این دلیل نفوذ و اعتبار جلالالدین بلخی هست در تاجیکستان. شاعران امروز نیز در پیروی از حکایت‌های مثنوی یا بخشیده و مولوی شعرهای زیادی دارند و فکر میکنم این برنامه برای تماشابینان مقبول خاطر خواهد شد. سلامت باشه، سلامت باشه. دیگر خیلی ضرور است و سری وقتی است که باز یک ترانه نابرد شپانداز مخمل نثار قلب‌های باز بنمایید. بفرمایید.
کسی بیشی که او از دل خبر دارد وزیر آن درختی را که او گلهای تر دارد وزیر آن درختی را که او گلهای تر دارد در این بازار یتارا مرو هر سود شو بکارا و دکانی کسی بیشی که در دکان شکر دارد و هر دیگه که می جوشد میاور کوسه و منشی که هر دیگه که می جوشد در اون چیزی دیگر دارد که هر دیگه که می جوشد در اون چیزی دیگر دارد دینالی بلبلی دستان وزیر نالایی مستان میانی صخره و خارا اثر دارد میانی صخره و خارا اثر دارد چراغ استی دلی بیدار وزیری دامنش میدار از این بادو هوا بگذر هوای شور و شر دارد چو تو از بادو بگذشتی مقیمی چشمه گشتی حریفی هم دمه گشتی که آب در جگر دارد چو تو از باد بگذشتی مقیمی چشمه گشتی حریفی هم دمه گشتی که آب در جگر دارد اینا نزدیک کسی بیشی که او از دل خبر دارد وزیر آن درختی را که او گلهای تر دارد وزیر آن درختی را که او گلهای تر دارد میگویند که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. واقعا هم همتتان بلند باد، با همان گونه چیده پیشنهاد کرده، مثل که دلهای ما سامیان مانند و گلدانی پر از گلهای رنگ و خوشرو و خوشبو و دیدنی و چیدنی گشت. سلامت باشه. محترم بهروز ذبیح الله، موسیقی را صدای ناگفته های ذهن بشر میگویند و اما همین صدای ناگفته های ذهن بشر در رگ اندر رگ آفریده های مولانا خیلی زیبا و روشن نهفته است.
تفسیر دقیقاً. خب ما گفتیم مولانا کشاف روح است. بله. علاقه مولانا به موسیقی بسیار کلان است. وقتی غزل‌های مولانا را میخوانید بسیار غزل‌های آهنگین هستند، پر از سرور هستند، پر از وجد هستند، پر از هیجان هستند. از این دلالت بر این می‌کند که او از علم موسیقی با خبر بوده است. مثلا دولت‌شاه سمرقندی گفته است که این مولانا دور یک ستون چرخ میزد، دور میزد و این معانی غزلیات او سروده میشد و شاگرداش می نوشتن، کتابت میکنن اشعارش را، در حالی که خود حضرت مولانا خودش را شاعر نمیداند، حتی بیزاری هم میجوید. در بسیار جاها جالب است، میگد که شعر چی باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا. شعر چو ابر سیاه من پس آن پرده چو مه، ابر سیاه را تو مخوان ماه منور به سما. اصلا اعتراف نمیکنه، حتی گوه از سر احساسات میاد میگه رستم از این بیت و غزل ای شه و خوبانی ازل، مفتعیلون 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 کشت مرا قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود در خوری مغزی شعرا. اما همین آدمی که مثلا میگه که من شاعر نیستم، من شعر را قبول ندارم، خوش ندارم، از همه بیشتر شعر گفته است. دیوان غزلیات مولانا را استاد بدیع زمان فروزانفر که آماده کرده است معروف به دیوان کبیر، در 10 جلد چاپ شده است. 10 جلد چاپ شده است، 3230 غزل سروده است. محققات دو نظر دارند که آیا مولانا بعد از ملاقات با شمس به شعر رو آورد یا پیش از این هم غزل سرا بود، با شعر آشنایی داشته است. یک گروه میگویند که مولانا بعد از ملاقات شمس به شعر رو آورد و این معجزه میگویند که اون چیزی که او سروده است میگن چیزی طبیعی نیست، پس یک چیزی معجزه آسا است که اینقدر شعر رو بیان کرده است و طور الهامی است که سروده است، ناگهانی. اما کریم زمانی محقق مولانا بر این باور است که مولانا پیش از این هم که یک فقیه معروف بوده است با شعر آشنایی داشته است. بعد او نمونه شعرهای را، غزلهای را میارد که میگوید که این به زمان پیش از ملاقات مولانا با شمس هستند، چون که از نظر ساختار، از نظر مثلا سبک شکل به همون غزلای معلومی دوره مثل غزلات انوری و خاقانی و دیگرها سروده شدند. اما غزلهایی که بعد ملاقات شمس سروده شدند بسیار غزلهای پرشور، پروژ، پرهیجان و غزل‌های هستند که مثلا اینقدر احساسات و انگیزه و عشق در دیگر کس، در دیگر شاعر مشاهده نشده است. با اینکه او میگه من شاعر نیستم، در ادبیات کلاسیکی ما، در مجموع بزرگان کلاسیک ما در حدود 20 بحر یا 20 وزن اشعار خود را ایجاد کردند. اما این مولانا گفته می شود که تا حدود 60 وزن را به کار برده است در سرودن غزلهاش. هیچ کس در این مقدار مثلا در این وزنهای گوناگون ناشناس شعر نسروده است. مثلا گفته است که رفتم آنجا لنگان لنگان، خوردم شربت پنگان پنگان، قوم دیدم شنگان شنگان، گشت از ساغر خیره و دنگان. این وزن در کسی دیگر مشاهده نمی شود و فقط خاصی دیوان مولانا است، خاصی مولانا است، خاصی طبع مولانا است، خاص طبع مولانا است. خصوصیت اشعارش این است که برخلاف آنچه که مثلا در ادبیات کلاسیکی مثلا غزل از 6 تا 12 14 بیت عبارت باید باشد تعریف شده است، مثلا غزل‌های مولانا حتی از 2 تا 90 بیت غزل سروده است. این فرقیت با مولانا است. خصوصیت دیگری غزل مولانا، شعر مولانا این است که برخلاف با سنتی که بر غزل کلاسیک گفته شده است که غزل کلاسیکی ما غزلی است که بیت‌هایش استقلال معنایی دارند، اما
در غزل مولانا استقلال معنایی و موضوعی است. بله. مولانا همین یک موضوع را گرفت تا آخر هم موضوع را شرح و توضیح میدهد. بله. مثل همین که بیا تا قدر یک دیگر بدانیم. بله بله. متن موضوعی دارد. یا غزلی که استاد خواند برای زندگی، در بله. روی یار بنگر تا رنگ زندگانی، بر روی تو نشیند ای ننگ زندگانی. و در جنبستش مثلا میگوید که آنها که اهل صلحند بردند زندگی را، این ناکسان بمانند در جنگ زندگانی. بعضی غزل‌های مولانا تخلص ندارند، بعضی غزل‌هاش با تخلص خاموشی هم دارد و دیگر بقیه همه غزل‌های دیوان کبیر با نام شمس تبریزی سروده شدند. و در همین آفریده ها معذرت میپرسیم در ایجاد ماندگار خویش به همین سوال شخصا خود مولانا پاسخ گفته باشد که مولانا کیست؟ به اعتراف اکثریت متفکران و محققان آثار مولانا بله، ولی مولانا در این موضوع بسیار با سوال در غزلیات زیادی دارد که من کیستم، بله. از کجا آمدم. این سوالات در غزلات مولانا بسیار است. بسیار مسائل فلسفی را گاه ظاهرا جواب نمیدهد و خودش سوال پیشنهاد میکند، ولی در جای دیگر جوابهاش هستند. مثلا در مثنوی بسیار این سوال ها را جواب داده است، در فیه ما فیه جواب داده است و در اون غزل معروفش دیگه خودش برای خودش شک ندارد، میگه که ما زیبالایم و بالا میرویم. این دیگه جالب همین است و اینا خصوصیت های شعریشن ما که در غزلیات مولانا دیده می شود و یک خصوصیت بسیار مهمترینه که تمام محققان بر این نظر هستند که مولانا تنها شاعر است که هیچ گیله و ناامیدی در اشعارش نیست. تمام اشعارش پر از وجد، پر از حسیات، پر از سرور، پر از شادمانی و پر از شناخت است. بله. انسان را امیدوار میکند و دومی که انسان را شناخت میدهد، آگاهی میدهد. به سوی آفرینش همیشه انسان را به سوی آگاهی و شناخت و معرفت تلقین و تشویق میکند. و اونم با همون یک ریتم بسیار متنتن. بله. همه غزلهاش متنتن هستند، ریتمی باوری بخش. چون که گفته میشه او خودش از علم موسیقی باخبر بوده است. میگه که این علم موسیقی به خدا میکشد مرا. در ستایش مثلا مطربا بسیار بیت های خوب دارد، حتی گفته میشد او خودش رباب بنواخت و حتی یک ربابی از معروف به رباب مولانا که خودش اختراعات کرده است، تارها و چیزای در این رباب افزوده است که این با نام رباب مولانا معروف است. بسیارا گفتن که حتی آهنگساز هم بوده است. غزلیات آهنگین و شیوا و روانی که هست دلالت بر اینه که او واقعا با موسیقی علاقه داشته. میگه که خدایا مطربان را انگبین ده، برای ضرب دست راستین ده، چو دست و پای صرف عشق کردن تو همشان دست و پای آهنین ده. بسیار مثلا به موسیقی علاقه داشته است. غزل مولانا بسیار ساده است، روان، سلامتی معنی دارد، با صراحت بیان می شود، کمتر ایهام دارد. مثلا وقتی که بعضی موضوع ها را در اشعار مثلا حافظ یا سعدی یا ابن عربی بخصوص موضوع می و خمر و شراب از این مسائل فلسفی هستند، اگر که ما مطالعه میکنیم با ایهام گفته شدن، ما دقیقا نمیدونیم که هدف و مقصد شاعر از همین می چی است. در مولانا این گونه نیست. مولانا هر کلمه و اصطلاحی را که به کار برده است مستقیم به معنای خودش به کار میبرد و صراحت دارد، روشنی دارد. آدم را در نیمه راه نمیماند، آدم را با خودش میبرد. رو آن ربابی را بگو مستان سلامت میکنند، آن مرغ آبی را بگو مستان سلامت میگویند. این خود یک آهنگ است. در خودش آهنگ دارد غزل مولانا، سراپا غزل پر از وجد، پر از شور. این است خصوصیت های برجسته اشعار مولانا. سلامت باشد. بهادر نعمت، اگر باز هدایت میشوید به یوسفستانی تا دامن قیامت جاویدان سبزی مولانای بزرگ، چی را میآورید و پیشنهاد می‌نمایید؟ بفرمایید، غزل نوبتی. با چشم.
ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشانی عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگی دل مزن حق را مسکین و سرگردان مکن بر درخت کاشیانی مرغی توست شاخ مشکن مرغ را پران مکن جمع و شمی خویش را بر هم مزن دشمنان را کور کن شادان مکن ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشانی عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن کعبه اقبال این خلق است و باز کعبه امید را ویران مکن این تنابی خیمه را بر هم مزن خیمه توست آخر سلطان مکن نیست در عالم زی هجران تلختر هرچی خواهی کن ولیکن آن مکن ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشانی عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار هستی این مستان و این بستان مکن هستی این مستان و این بستان مکن سلامت باشید بهادر نعمت. اون زبانی به زبانی بله، که مولانا بله، میگه بله. موسیقی است. زی هنر. بله سلامت باشید، سلامت باشید. حلالتان باد. زندگی و زیست و ایجاد کردن. واقعا هم دیگر اعتراف شده است که تعلیمات مولانای بزرگ تعلیمات انسان سازی است، انسان پروری، عزت و شرف انسان، تربیت انسان. محض از همین دریچه نگاه کردن مولانا به انسان به خاطر چی باشد؟ البته موضوع انسان در مرکز محور بسیاری از دینها و مکتب‌های فلسفی از قدیم بوده. از افلاطون شروع، از سقراط شروع کرده به این بعد که همه به انسان توجه کردند. مهم این است که گفته می شود که آنچه که مولانا میگوید این یک مکتب مکمل کرد. این در چارچوب یک جهانبینی عرفانی که حاکم بود، مولانا فلسفه انسان شناسانه خود را پیشنهاد کرد. البته مکتب‌های فلسفی یک چارچوبه دارند، اگرچه که مثلا
مثلا ابن عربی هم وحدت وجودی است، شیخ سهروردی هم وحدت وجودی است، اما مولانا که میگه با زبان خودش میگه. مولانا اگر جزو مکتب عرفان و وحدت وجودی است ولی چیزهای تازه گفته است درباره انسان که دیگر کسا نتوانستند این رو بگن. از این جهت مولانا بسیار قابل قدر است. یکی از بزرگان مولانا شناسای اروپا ارنست رنان است یا کدام یا بلای است میگه که بزرگی مولانا در این است که هیچ مانندی ندارد در دنیا، او فقط به خودش مانند است. ما میتونیم که در اروپا یا در امریکا یک با دیگر بزرگای مثلا فارس تاجیک یک شبیه پیدا کنیم، مثلا بگیم که رودکی شکسپیر یا که مثلا حافظ گیوتی. بله. برای دیگران میتونیم نمونه پیدا کنیم، مانند پیدا کنیم. برای مولانا میگه مانند نیست در دنیا، او یکیست. برای همین غرب او را قبول کرد. اما مکتب اگزیستانسیالیسم در غرب روش کرد. اصلا این تفکر است که مولانا در زمان خودش گفته بود. مثلا دکارت چی گفت؟ تازه نگفت. دکارت گفت که من فکر میکنم پس من هستم. و این مولانا در زمان خودش میگفت که ای برادر تو همان اندیشه مابقی تو استخوان و ریشه، یعنی که اساس انسان میگه اندیشه است، آنچه که از انسان باقی میماند و او روح توانایی که خلاق هست، سازنده بشر هست، او چیز او اندیشه بشر است. این مولانا میگه که اساس خلقت، هدف خلقت یک انسان است. دیگر باقی همه موجوداتی که در عالم هست، در فلک الافلاک هست، در ملک و ملکوت هست، اینا برای خدمت کردن به انسان اومدن. اینا به خودی خودش ماهیت ندارن، اهمیت خوبی ندارن. اینا یاور و کمک رسان انسان هستن که انسان انسانیت خودش به کمال خودش برسد. یکی مولانا گیله دارد که افسوس که فراموش کرده است. اینا باید ما بیدار کنیم. یکی گفت من جویای انسان گشتم، من نیابم هیچ و حیران گشتم. و این انسان که امکاناتی در وجود او دمیده شده است، میگه غافل شده است. باید همین غافل ما بیدار کنیم. هدف مولانا همین است که بیدار میکنه ما را. تازیانه زده بیدار میکنه، راهنمایی میکنه که ما به مقصد، به هدف نهایی خودمان، به انسان مکمل برسیم. بله. سلامت باشید. شما دوستان بسیار ارجمند، واقعا هم با حضورتان نور و صفا آوردید به محفل مولانا و می توانید با چند حرف، با چند سخن گفتن که چی برداشت داشتید، چی شور و چی شر بود اینجا، از قبول خاطر خود بگوید. درود و سپاس بر همه شما، گروه ایجادی و تکنیکی. ما امیدواریم که این سلسله نشست ها دوام می شود، زیرا که یک مصرع مولانا ما شاخ درخت پر ز میوه توحید، هر ره گذر سنگ زند آر نداریم. این را بینید خودش برای چند نشست ها سزاوار است. این نشست ها رو ما تشنه ایم. ما به همه شما بردباری ها تمنا می نماییم. سلامت باشیدتان. برای کارهای ایجادیتان باز یک بار دیگر موفقیت. خود مولانا یک مکتب تکامل است. وقتی انسان وارد جهان مولانا میشد، دیگر اون انسانی پیشینه نیست. همون گونه که خودی مولانا در آتش شمس سوخت و کامل شد، هر یک ما هم اگر وارد داستان مولانا شویم، دیگر اون انسانی پیشینه نیستیم. استاد از اول استاد هنر بودن، لیکن امروز باز این هنر با مضمونی بلند آمیخته شد، با اون ارزش ها و پیام های بلند آمیخته شده است. برای همین من فکر میکنم که ما یک بار دیگر مخلص استاد بهادر نعمت شده و مولانا کسی است که همین کلمه مولانا رو به خودش اختصاص داده است. اگر ما به یگان صفت مولوی یا مولانا گوییم، حتما مولانا جلال الدین بلخی در پیش رو میآید. ممکن بسیاری ها مولانا نام دارند، پیش فرض یا صفت نامشان است، ولی وقتی مولانا به تنهایی گوییم، این مربوط به مولانا بلخی میشه. و مثنوی هم همین خیلی. مثنوی اصلا یک ژانر ادبی است. مثنوی لیلی و مجنون، مثنوی دیگر. اما اگر مثنوی به هیچ صفت گوییم، ما حتما مثنوی مولانا جلال الدین بلخی رو پیش رو میریم. یعنی این معنای آن رو دارد که مثنوی این یک نمونه، الگو یا اتالونی مثنوی نویسی است. مولانا این
الگوی مولانا بودند. یعنی این اینقدر بزرگ است جایگاهش در ادبیات ما که خود همین عنوانها با او خاص شدند. من در همون سال 2018 که سالی کتاب پرفروشترین امریکا اعلان شدنی مثنوی همونجا بودم و همون مثنوی که کتاب سال شد گرفته بودم. یک چیزی عجیب است که بسیار کتاب خرد هست، مثنوی انگلیسی، و ما وقتی اونها ورق زدیم مشاهده کردیم که اونها برای چی استقبال کردند، چون که از درون نوین دریای بزرگ همون گوهر رو بیرون کردند و بسیار اوریان کرده دادند. یعنی ما گاه وزن و قافیه و سخن و تشبیه و بعضی قسمت‌های عربی و حکایات و اینا افزوده شدن به بالای اون گوهر اساسی و پشت اینا گاه همون پیام اساسی رو نمیگیریم، اما اونا همه این حکایه ها و نقل و تمثیل های حذف کردن و همون پیام های اساسی رومی را دادن. وقتی که غربی ها مولانا رو این گونه اوریان دیدن، اونا اعتراف کردن که بسیار چیزایی که اینا میگفتن که این گفت و اون گفت و این افکاری بزرگ در اونجا یافتن. بله. بسیار نظریه های علمی مشهور، بسیار گپای نوترین، و معلوم شد که با وجودی اون 8-9 قرن گذشتن از زمان مولانا امروز ترین متفکر است، نوترین متفکر است. بسیار نظریه های مشهوری علمی در اونجا هست. از این رو این کتاب استقبالی بزرگ یافت. سبب دیگری استقبال این بود که غرب به یک مرحله پست مدرن گذشت، به این معنی که اون ارزش‌های اساسی که در عصر 20 بود و ارزش‌های مادی، اونا هم کپیتال رو دیدن، هم رشد اقتصادی رو دیدن، هم رشد صنعتی رو دیدن، تمام لذت‌های مادی از لذت جنسی تا خوردن نوشیدن تمام این چیز رو دیدن، ولی دیدن که درد انسان رو این حل نمی‌کند. بله. زیرا انسان اون وقت خوشبخت است که به آرامش رسد، به آرامش روح رسد. آرامش روح در حالتی است که انسان به نمو اصالت خود برگردد. بله. و در مثنوی اونا جواب همین سوال را یافتند. بنابراین روی برگشتن رو دریافتن. من می‌دیدم که پروفسورای بسیار مشهوری دانشگاه‌های مشهور مثنوی می‌خوندند، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و سناتورها و آدمای شناخته رو می‌برن به مثنوی، چون که در اونجا انمون خلوت روح، انمون آرامش رو اونا دریافتن. بنابراین بار دیگر میگم که این مولانا هدیه بزرگی مردم ما به تمدن جهانی است. بله. این افتخاری بسیار بزرگی ما در نزد تمام بشر است. این که ملت ما یک روز را به نام روز رومی دارد، این خوب است. من فکر میکنم هر روز ما روز رومی است. هر روز ما با نمون پیام ها و ارزش هایی که ولی استاد سرایدن به روز گفتن آغاز میشد انجام میشد. مولانا باید از کتاب بیاید به درون وجود ما، از جیوان بیاید به ذهن ما و در حیات ما در رفتار بله همروان ما باشد. باشد. بعضی جوانای تنبل هم میبینه میگیم که آخه مولانا گفت چه پا داری برو دستی بجنبان. تو را بی دست چرا به دست و پایی مصلحت نیست. بنابراین هر پیامش میتوند یک تکانی برای بله. باشد. بله. تشکر که شما این موضوع رو امین که شما با موضوع بزرگ رو آوردید، امین هم بزرگی شماست. سلامت باشید. بیت دارد مولانا که میگوید که قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. امروز ما مثل که قطره های بودیم که دریای محبت خود را، دریای عشق خود را، دریای صداقت خود را به مولانا پیشنهاد کردیم و اگر آفتاب هر صبح از پس قله برآمده به عالمیان یک نور، یک گرمی، یک خوبی یا خوشی اهدا بنماید، امروز همه شما با حضور خود ان همان نور و ان همان گرمی رو به محفل مولانا آورده. سلامت باشید. شما محترم بهروز ذبیح الله و شما هنرمند ارشد بهادر نعمت، واقعا هم حضور دو نفر شما چهره های سرشناس ملت تاثیرگذار بود، واقعا هم پر محتوا بود. ابراز اندیشه هایتون همچنان که بکر و سازنده و دیدن این همروانی، دیدن این همزبانی خیلی خوشایند بود برای ما.
بیننده بسیار عزیز، چند لحظه ما و شما با مولانا بودیم، از مولانا گفتیم، از مولانا شنیدیم و خلاصه کردیم که مولانا جلال الدین بلخی به احترام عشق محبوب ایمان آورد به زندگی، ایمان آورد به فردا، به تولد سبز بهار. از اینجاست که ما بار تمام آفاق را، بار زمین و زمان را، بار افراد و بشر را در میابیم در شعر مولانا. چهره مولانا، چهره شاعر در ایجادیات شاعر واقعا هم چون دریای رحمت، چون کوه پابرجا، چون شهید خود نثار ملت، چون حماسه عشق میهن، چون دانای راز و ارمان ها و مهمتر از همه چون بزرگ و فناناپذیر سخت نقش بسته است که اگر چشم بینا باشد حتما میبیند و اگر عقل رسا باشد حتما در مییابد. مثل که مولانا فقط به خاطر حقیقت هست شده است، سخی بوده است و زیاد سخاوت کرده است در بیان حکمت و ما وارثان کلام جاویدان سبز مولانا خوشچین این خوان پرفیض خواهیم بود تا ابد. دیگر امان باشید ای هموطن. سری ما داریم روز، دلی عیش و تماشا داریم روز. سری سرما سری ما داریم روز، دلی عیش و تماشا داریم روز. میفکن نوبتیش رد به فردا، که آسایش مهیا داریم روز. میفکن نوبتیش رد به فردا، که آسایش مهیا داریم. سری ما سایه‌ای خود که خورشیدان نسیم ما داریم روز. بگستر بر سری ما سایه‌ای خود که خورشیدان نسیم ما داریم روز. در این میخانه ما را مهمان کن، بعد این هم یکان جا داریم روز. در این هم خانه ما را مهمان کن، بعد آن هم یکان جا داریم روز. در این سرما سری ما داریم روز، دل عیش و تماشا داریم روز. در این سرما سری ما داریم روز، دل عیش و تماشا داریم روز. میفکن نوبتیش رد به فردا، که آسایش مهیا داریم روز. میفکن نوبتیش رد به فردا، که آسایش مهیا داریم روز. درشکن کشتی اندیشه ها رو، که کفه هم شو دریا داریم رو. درشکن کشتی اندیشه ها رو، که کفه هم شو دریا داریم رو. خاموش باش آمدم از نای منطق،
که مثل نیشکر ها داریم روز خاموش باش اومدم از نای منطق که مثل نیشکر ها داریم روز در این سرما سری ما داریم روز گیرین عیش و تماشا داریم روز در این سرما سری ما داریم روز گیرین عیش و تماشا داریم روز میفکن نوبتیش رد و فردا که آسایش مهیا داریم روز میفکن نوبتیش رد و فردا که آسایش مهیا داریم روز میفکن نوبتیش رد